بچه‌ها چطورید؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من اسمیت هستم و همونجور که از تامنیل و تایتل ویدیو متوجه شدید قراره بهتون آموزش بدم که چجوری بتونید مثل پلیرهای خفن هد بزنید. چند تا نکته بهتون بگم، چجوری روششو بهتون بگم. قبلی که بریم ویدیو رو شروع کنیم لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. عشق منید، بی معطلی بزنید بریم سراغ شروع ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها اومدیم تو تمرینی. ببینید بچه‌ها، نکته اول که شما میارید تو ستینگ، حالا من برای اسنایپ میزنم این دکمه تیرمو بزرگ کردم، ولی در اصل شما باید اینو کوچیکش کنید بیاریدش روی 39 40. وقتی که کوچیکش کردید شما میتونید خیلی راحت تر هد بزنید. اوکی، میبینید الان من میگین یون پیساکو رو دو ریتی میرم گانم عوض میکنم. مثلا یه گانی که من ریت دار نباشه چی دارم؟ اسویدی من ریت نداره، اسویدی و تامسون هم ریت نداره. ببینید خب این از نقطه اول که دکمه تیرتون بسیک باشه. نکته دوم بچه ها، روش دوم اینه بچه، وقتی شما میخواید بکشید بالا بریم تیر بزنید بچه ها، شما یه ذره تیرتون رو بیارید پایین بریزید بالا. ببینید یعنی اینجوری میدید پایین بعد میکشید بالا، اینجوری یه دفعه میره دور هد انمی قفل میکنه و باعث میشه که شما خیلی بهتر هد بزنید. که این روشی که خودم، این نکته که خیلی خودم بهش توجه میکنم همینه. و ببینید براتون مثلا میبینید که فول میخوره. اوکی، این هم از این نکته بچه‌های گل. نکته بعدی بچه‌ها، شما میرید مثلا باید نقطه انمی رو پیدا کنید. مثلا یعنی از بخواید انمی این یه هست کجا اومده بچه. ببینید چجوری بهتون میگه، باید طرف یه جوری مثلا برید یه زاویه پیدا کنید، ببینید یه زاویه نباشه، مثلا شما اینجا روبروی انمی باشید بخواید بزنید اوکی هد نمیخوره. اوکی، شما باید مثلا یه ذره مومنت بدید خود گیم، مثلا یه دفعه یه زاویه مثلا 70 درجه یه زاویه بین تو انمی برقرار میشه که بتونی راحت‌تر تو هدتو بزنید. مثلا میبینید اگه من صاف باشم اصلا نمیخوره. اوکی، پس شد باید بین خودت و انمی باشید. بچه سعی کنید برید دو انمی ها که کل صاف نیستن تمرین کنید. به همین روش رو انمی ها که کل صافن تمرین نکنید که اونا خیلی مثلا ببینید اینجوری خیلی راحت‌تر هد میخوره تا مثلا اینجوری بخوای هد بزنید. الان مثلا ببینید من تیر تامسونم الان 49 تا، خب شد 41 و 2-3 تا هد خورد. اما اگر بخوام به کله کجا هد بزنم فعلا 2 تا هد میخوره و چقدر تیرت کم میشه.
یه دونه هت خورد، 2 تا تیر بیشتر کم کرد. خب اینم بود از این نکته. بریم برای مهمترینش که اگه گفتید چیه حتما تو کامنت ها قبل که بهتون بگم بگو چیه. میرم الان میام بهتون میگم. گفتی؟ بله بچه ها، مهمترین نکته سنسیویتیه که بچه من یه ویدیو راجبش ساختم، اما بچه این سنسیویتی خودمه. اسنایپ اسکوپم که مهمترینش گذاشتم رو 200. ژنرالم گذاشتم 196 195 بقیهش همش 200. این سنسیویتی که همین الان اینجوری داشتم ببینید. الان من فکر نکنید ویدیو کات خورده، من از همین میام بیرون. اوکی میام میزنم، ببینید دقیقا همونه. افلیت شدم چرا؟ اوکی نبود از این نکته. و بچه ها آخرین نکته که خیلی مهمه باید بهش توجه کنید اینه. ببینید اگر که بین تو انمی زاویه برقرار شد، مثلا این علیه زاویه، شما اگه بشینید بزنید ببینید چقدر راحت ترد میخوره تا اینکه بلند چیز بزنید. میبینید تو بلند چیز بزنید خیلی اصلا میخوانید. یا مثلا میبینید داری میزنی یه دفعه میشونی. یه چیز تنجور به سمت بالا مثلا نکنید. اوکی بچه ها اینم بود از این نکته آخر. بریم تو لابی. خب بچه ها تمام نکته ها و روش ها رو بهتون گفتم. اینم بود از این ویدیو جنجال کاربردی دیگه. امیدوارم که کاربردی باشه براتون، لذت کافی رو برده باشید. تا ویدیو بعدی بی معطلی با ویدیو خفن میام پیشتون. فعلا خداحافظ.